سلام دوستان، اومدیم با فصل دوم داستان ترسناک پشت دیوار قسمت اول. بشنویم داستان رو. یه ماه گذشته بود از اون شب لعنتی. رضا و نرگس دیگه طاقت نیاوردن. تصمیم گرفتن خونه رو بفروشن و برن یه جای دیگه، یه شهر کوچکتر با مردم ساده تر، بدون هیچ رد و نشونی از اون اتفاقات. یه خونه نقلی توی کوچه خلوت گرفتن. همسایه ها مهربون بودن، محله آروم. همه چی داشت عادی می شد. ولی از همون شب اول ایلیا دوباره شروع کرد به راه رفتن تو خواب. نرگس نصف شب بیدار شد، دید در اتاق ایلیا بازه. آروم رفت دنبالش. ایلیا داشت توی حال راه میرفت. زمزمه میکرد میتونم صداتون رو بشنوم، ولی اینجا دیگه تاریک نیست. نه. نرگس لرزید، دوید جلو، بغلش کرد، بیدارش کرد. ایلیا با چشمای قرمز گفت اونا گفتن دوباره میان، حتی اگه خونه رو عوض کنیم. صبح رضا یه جعبه قدیمی پیدا کرد توی انباری خونه جدید. خاک گرفته بود، قفل شده، اما یه چیزی روش نوشته بود: باز نکن، اونا منتظرن. و همون لحظه عروسک لعنتی، همونی که تو خونه قبلی جا مونده بود، وسط اون جعبه خوابیده بود. چند روز گذشت. همه چی آروم به نظر می رسید، اما اون حس لعنتی هنوز تو خونه بود. رضا اون جعبه رو گذاشته بود بالای کمد و قفلش کرده بود. اما نصف شب یه صدای تق تق می اومد. انگار یه چیزی از توی جعبه میخواست بیاد بیرون. روز سوم یه زن مسن با یه روسری تیره اومد دم در. خودشو معرفی کرد: من خاله شمسیم، همسایه روبرو. لبخند میزد، ولی یه جور عجیبی نگاه میکرد، دقیق، با چشمای ریز و تیز، انگار همه چی رو میفهمید. به نرگس گفت این خونه قبلا خالی بوده، کسی زیاد دووم نمیاره اینجا. بچه‌تون مشکلی که نداره. نرگس جا خورد: نه، فقط بعضی شبا خوابی بد میبینه. خاله شمسی لبشو گاز گرفت: اگه چیزی دید باهاش حرف نزنید، مخصوصاً اگه خودتونو صدا کرد. شب همون روز رضا دید ایلیا وایساده دم در اتاق. با انگشت به اتاق اشاره کرد: بابا، یکی تو کمدته، هی میگه بیا با هم بازی کنیم. رضا سریع کمدو باز کرد. خالی بود، اما جعبه قفل شده درش باز بود و عروسک سر جاش نبود. رضا با نفس بریده برگشت. دید ایلیا دیگه اونجا نیست. صدای پاش از طبقه پایین اومد. رفت سمت انباری. در انباری باز بود. ایلیا وسطش ایستاده بود و یه چیزی رو نگاه میکرد. یه نقاشی با زغال کشیده روی دیوار. یه دایره با چشم وسطش و زیرش نوشته بود: پشت دیوار هنوز ادامه داره.